روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. روزی تولدی تو مبارک شود، بختی تو شادی تو مبارک شود. خدا دهد برایت عمر درازه، خدا دهد برایت عمر درازه. یک گویم همه مبارک شود، یک گویم همه مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. مبارک شود مبارک شود، روزی تولدی تو مبارک شود. دایما شکر خدا کن تو اگر داری پدر، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. بهرهگیر از هر سخنهای فرنگانگیز او، خاک پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. السلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان برنامه تبریکاتی شهنان. امروز جماعی ما حاضر هستیم در دهه کوهستانی آهلیگ برای تبریک کردن جشن زادروزی سرحدکه. از نام فرزندانشان، از نام شادروز، زرانگیز، مهرداد پدر عزیز خاندان را تبریک میگویم. همراه شما به هم میبینیم. با ما باشید. با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، السلام علیکم پدر و مادران مهربان، مهمانان این خانواده زیبا. من امروز در این خاندان، در این کوهستانی دهه عزیزی ما جشن زادروز میلاد عمر سرحدمک را جشن گرفته ایستاده‌ایم. بعد از زمان سرحدمک همراهی زلفیایتی تکلیف میکنیم. حتی کرسک میزنیم برنامه. السلام علیکم. سوال از سلامتی نظر کاران است. زلفیایتی من مقبل شما اینا ماشاءالله نزدیکتر میستیم. سرحدمک زادروز مبارک. روز تولد رو مبارک باد میگیم. امروز یک تا یاد بکنی انامی کی اومده ما؟ انامی کی اومده باشه؟ چرا از نام زلفیایتی نه؟ یکی دیگه سورپرایز تیار کردنی باشه. البته از نام مادر عزیزی فرزندانتان، از نام سه فرزند عزیز، از نام شادروز جان، از نام زرانگیز بانو، از نام مهرداد گفتن پدر مادر ما را چنان با یک مهنت حلال، با یک مشقت، با یک عذابها کلان کردن. این کاشانه، این خانه و در هم تو راست نشدگی. چند ساله مهنت، چند ساله زحمت در مسافرت کشیدن. از توی و مرکه، عروس‌های خرسندی، خویش و تبار نزدیکان دور بودن و تنها فکر و خیالشان ما در آینده فراوان زندگی کردن ما را تامین کردن بود. مسافرین بگشتن، مسافرین به چی مشقت، چی عذاب‌ها دیدن تنها دویشان می‌دانند. ما با بابای رسیدیم. خدا با شکر میگویم که حاضر در تک قنات پدر هستیم. خودشان را احتیاط کنند، دوست می‌داریم. پدر من، مادر من همیشه صحت سلامت باشد. ما را چخیلی باشد از هیچ کس کم نکرده، از همه بالا و زیبا کرده بابای رسانده. من دادر من همین سال به دانشگاه در آوردن. همه ما را صاحبی کسب و هنر کرده ایستادیم. خدا با شکر برای بودگیشان. برای پدر عزیزم رسانید که پدر سردفتری بینای فرزند، پدر گنجینه دستان فرزند، پدر راضی خدا راضی بگفتند، پدر پیغمبری دنیای فرزند. پدر سوزد ولی دردش نهان است، پدر گرید ولی اشکش ناعیان است. پدر دلداده فرزند دلبند، پدر میرد ولی مهرش همان است. پدر گوینده پند و نصیحت، پدر جوینده نانی به مهنت. در حقیقت امروز شادروز جان که صحبت کردیم، من در مسافرت گشتیم.
امروز در جشن زادروزی پدرم اشتراک کردن نتونستیم. رفته از نام من، از نام خواهرم، از نام دادرم مهرداد تبریک گوید که ما میفخریم برای چنین پدر مادر، برای هستیشان شکرانه میگوییم. همیشه صحت سلامت گردن. پدرم هم تو نیا کنید اگر چهرهشان حالی جوان است، هر دویشان جوان باشد. مادرم که خوش پیش شوند، سبب جوان و صحتمند گشتنشان خدا با شکر میگویم. در سرمان بابا جانم، آنا جانم صحت سلامت هستند. بابا جان و آنا جانم برسانید، ما آنهای ناز ببینیم، دوست میدانیم. سفر بابا شادروز جان میگوید که خدا خواهد پنسیه آنم که بابام جمع کردن گیرم یک کلینی نقضه یابند. من همیشه رو بیام اگر توی سر کردن گیرم گفتن از نام شادروز جان برایتان میرسانیم. خداگاهتان با شکر آنا جان و بابا جان ها، پدر مادر همیشه صحت سلامت باشید. سرکیاتی امروز بیرام مبارک باشد. چقدر من همراهی سرحدکه در مسافرت میگرده، خدا کند که از پشت دو شاخصه اصیل فقط حضور و حلاوت دیده گرده. خوشه کلینگ ها آورده، علم خاندان و کلینگ پاشا ها در قسمت شمایان باشند. فقط در روزهای خرسندی شادیانه شمایان را تبریک کردن گیریم. البته در روی دنیا فرمودند که از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است، برای شمایان همچون تحفه فرزندان آماده کردند که خدا خواهد پدر مادرم حاجیانه و حاجی بابا شوند، در سر ما صحت سلامت دعاگوی شده کردن، برای ما وقت و تخت و دولت است گفتن. مرحمت یک قصه که بلند میزنیم کتاب قرآن را پیشکش میکنیم. گلدسته خاندان زرگیاتی برای شما از نام فرزندان، از نام شادروز جان، زرانگیز، مهرداد گلدسته زیبا را آماده کرده. بگذار آغوشتان پر از زیبایی، دعاوتان پر از خوشبویی باشد. مرحمت گلدسته را تقدیم می‌سازیم. مبارک باشد. مبارک باشد. زادروز مبارک، روز خرسندی را مبارک باد می‌گوییم. می‌خواستیم که نیت نماز نکاتان را شنویم در این روز خرسندی. مرحمت. هزار رحمت تشکر میگیم. تشکر زیاد. البته در اینجا یک شیرینی تیار کرده ما. میخواستیم شیرینی را نزدیکتر بیارن. بعد از آن باشد یک تا سخنهای تبریکاتی نیتهای نغز و نیک را میشنویم. ما رقص و بازی خرسندی را دوام میکنیم. مرحمت میخواستیم شیرینی را تیار کنیم. تا آن دم باشد اگر امروز فرزند خوردی خاندان سرحدکه مهرداد صاحبی عنوان طلباوی شد. ما دانشگاه را ساخت سلامت ختم کند و نامبرداری اولاد و سلالت شود میگوییم. مرحمت مهرداد زرانگیزبانو به نزد پدر مادر نزدیکتر میستیم. مرحمت. Ждем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без Мубарак бошад, Зодроз мубарак. день особ, на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули, на Порше. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя моим на сцене. Ты сказал мне только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому. مبارک باشد. زادروز مبارک. از نام
برادرشان امروز از نام شادروز جان زرنگزبانیت پدر مادر رو تبریک میگویم. مرحمت مهرداد رو نرفته میستیم. اولا بار السلام علیکم، خوش آمدید. نوری دیده تاج سر. دادا جان عزیزم الها 100 ساله شوید، همه وقت خوش و خرسند در سر ما با مادرم خوش پیش شوید. خیلی که آرزو نیت های نیک داشته باشد الها جامعه عمل باشد. اولا بار از نام اپجانم که در شهر مسافرت هست، آن هم از تلفن در تماشا کرده دلکش گم زردشته است. تبریک میگویم که الها خوش و خرسند باشد، الها در آینده در توی خوشتن نصیب کند، روزای نصیب نه. سر بدره. رحمت تشکر میگیم. مهرداد مرحمت. مهرداد برای پدر برای مادر نیت‌های نفس و نیک است. یادشان به نزدیکتر میستیم. یعنی برای پدر تبریک رو میشنویم. مرحمت. تبریک دادم چنین دوره نیتتون برسه. وقتی همون باسا سلامت این کدی جگرسا دوبی موشگرده. رحمت تشکر میگیم و البته میخواستم از کلانسالان سخنهای تبریک کنیم. Hai Sarajun Lensa Sadro Ridaros Skiparos Amabas Loim Amabas Hamid Nadogat Tamasha Shavailan Lelan Bior Bas Noksha Amabas Kucha Pirsha Kevin Kati Nebrakoya Mudur Shadin Bachakota Mudur Shadin Sok Salamat Gat Ama sağmışa sağmaz böyle sarmadı böyle. Ya koca koca karışırken ama bak kusam şakat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اوزتون میکروفون بالا برو مکس زر کنه شد کم زنه بیامنم گندنیم ها خدای مهربانی و ببینید دعوای شیرین و چقدر دعوای شیرین خدای ما ابدی خدا باشیم تا دنیا باشد ما خدا باشیم دانک ها در خاک افتد کی به بالا قد کشد همه دانک های است که تا آسمان رسانیم و انا خدای باز 100 ساله شوم حضور نیره عینی بشککای تویاشا اینی باباهای دعای نیکش گرفته الهیم 100 بدران خدا ما 100 سلامت باشید خدا جان رحمت تشکر از نام باجا هست می حاضر یک دقیقه سرهدامن ما یک تا شعر گفتیم باجا با اینجا استید کنه اگر همون شعر با موافق باشد اگر یک تا باجا دویدم برایم لایق بزرگ شعر نویسید که ما بخشد لایق بزرگ ما رو برای باجا ما سر عوض کردیم گفتیم تا تمامی باجه ها را گم مکن باجه های مهربان را گم مکن در جهان به باجه بودن مشکل است مشکل آسان کن باجه ها را گم مکن میگیم که یک تا باجه ها برای کنید سخنهای تبلیغاتی رو شنوی مکن مرحمت بادرآمد مرحمت بکنیم اینقدر شعر شد اینقدر نیت‌های نقش شد باید که شعر است که تبلیغ بگیریم مرحمت یک شعر ملی 100 بدرو اونها که در شاعر است که فراش شود بذاری بچه که تو بین آرزو کردی پوشه خری کنه خگینه برامونه دیما خودم جا باشه سلامت باشه رحمت تشکر که گفتم که قزاقستان آمدن شکرانکه مرحمت حتی نیت‌های نقض شنویم زیادالبرکه گلیفته نه مرحمت باید که نیت‌های نقض شنویم بعد از آن نباد رو برعکس باز میدیم بید مرحمت باندگش رقص ایسکو میکنم مرحمت صورتوی شوخ مانیم کنی یک جای رقص بازی پرسندی کنیم زادوریز مبارک باشد میگیم در این خانواده همیشه رستای پرسندی باشد مرحمت
شکایت کنم
تشکر می‌کنیم برای چنین رقص‌های زیبا. حالا باشد باز سخن‌های تبریکاتی هست از نام خاله‌جان‌ها، از نام خواهران زلفی‌آبادی سخن‌های تبریکاتی را بشنویم. می‌خواستیم یادتون نظم نیک رو شنویم. مرحمت اون رو میشنویم. البته گواهی آن می‌گردیم. مرحمت جان خواهرکم، دل جان خواهرکم، صدوقچه سیم و زرگران خواهرکم. مرحمت السلام علیکم. مرحبا. السلام علیکم مهمانی عزیز. خوش آمدید به یک مهمان بکیکم. خوشا همیکتون نزدی. ساعت سوال شدید خودتون که خوشا پیر شدید. خوش آمدید همیکتون به درگاهی ویدیل. ایلو همیکتون سو کردیم، سلامت کردیم، دنیا هم تیم شد. شادر جام رحمتی کلام، سو سلامت کرد در این دوری لای مکان. شما بام رحمتی کلام. همراه سلام و صبح باشه تو جانمی که ویدام خود تبریم میکنیم ساعت سوال شده این بود توی اکوتون و بیاییم بیاییم که توی اکوت و بیاییم بودیم صبح کرده سلامت کرده هم اکوتون خوش آمده با اکوت رحمت کامل رحمت تشکران نازنین بانوان. مرحبا. السلام علیکم مهمانان عزیز و گرامی قدر. لطف فرمایید که من شخصا از نام خودم و از نام اهل آیینه‌ام پاچه جانم و خاله جانم را با این زاد روزشان تبریک میکنم. پاچه جان الهی سر و درای در سر ما صاحب و سلامت باشه. السلام علیکم مهمانان گرامی قدر. لطف فرمایید من از نام خودم و از نام اهل آیله‌مان امکی جانم را با این روزی زاد روزشان تبریک و مبارکباد می‌نمایم. امکی جانم را عمری دراز هر سلامتی می‌طلبم. یانگام و جانم کدی خوش پیر شویدم. دائما شکری خدا کن تو اگر داری پدر. خاکی پایش توتیا کن تو اگر داری پدر. بهره گیر از هر یک سخن‌های فرح انگیز او. خاکی پایش سجده کن تو اگر داری پدر. و دقتتان تشکر. رحمت مهمان هم تبریک میکنم می نمی بابا جان تبریک میکنم کنی؟ خیش از مسافران در اینجا تبریکات ها هست. خاله جان شما مرحمت. السلام علیکم. ما کشتم. ما کشتم یا خوب کنیم. یا خوب شما نمی‌بینی. سلامت می التجاف مجتمع می. هم یک تو خوش آمده. رحمتم خوب کجا شما با هم تشکیل کل کسی دیدم و من مولا رای دو مسافران مشکلش نپرسم. من یک سربا بکنم. Untuk selamat datang sahabat ini, untuk 120 salam, untuk bisnis, mohon doa, saudara kami ya, untuk selamat waktu. Terima kasih selamat waktu. Ya, Rahmat, teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Albatta, albatro, bu fotosesya metin.
همراهی امروز صاحب جشن‌ها همراهی دو پدر دو مادر عزیز خاندان که شاهستون هستند کتاب پند و اندرس‌ها هستند همراهشان رسم می‌گیریم و لحظه ها رو با تاریخ مهر می‌سازیم مرحمت اینک بیننده های عزیز امروز جشن زادروزی سرحدکه را با یک درجه اعلا با یک شوخی ها خرسندی ها البته با یک چهره کشاد برگزار کردیم همراهی شما با هم دیدیم میگوییم مانند هر روزه و هر وقته با ما باشید با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید چون این پدر مادران همیشه زیاده باشند در سر فرزندان سایه‌بان و تاج سر طلایشته گردند رحمت میگیم زادروز مبارک سلامت باشید رحمت